حوزه دیجیتال مارکتینگ کار میکنیم، اما هنوز نتونستیم به خانواده هامون بگیم شغلمون چیه. شما میدونین آرکاتایپ برند چیه؟ اصلا آرکاتایپ برند شما چیه؟ کمپین چی؟ کمپین چقدر هزینه داره؟ CGI با این هزینه سنگینی که داره چقدر بهمون ورودی میده؟ اگه بخوایم دیجیتال مارکتینگ رو شروع کنیم، باید کتاب بخونیم. چه کتابی بخونیم؟ چه فیلمی ببینیم؟ چه پادکستی گوش کنیم؟ دیجیتال مارکتینگ به اندازه لغتش سنگین و غیر قابل هضمه. برندها از کجا شروع کردن؟ داستان شکلگیری هر برندی چه شکلی بوده؟ نه، مقاله های طولانی و حوصله سربر رو نمیگم. یک محتوای ویدیویی جذاب که برای شما روایت کنه داستان برند چه شکلی بوده. اصلا برندها از کجا شروع کردن؟ اصلا چه جوری پول رو پول گذاشتن؟ اصلا مگه میشه یه شبه شد ایلان ماسک؟ اصلا مگه یه شبه میشه اینستاگرامو ساخت؟ چه جوری میشه که یه برند عطر که اینقدر میترکونه؟ چه جوری میشه که یه اسفنج یهو کل دنیا رو برمیداره؟ بازاریابی چند مدله؟ چه شکلیه؟ اینجا اسپایرل کست. و ما قصد داریم که اینجا یکم صمیمی‌تر، یکم خودمونی‌تر و یکم رو راست‌تر راجع به دیجیتال مارکتینگ و داستان برندها و رشد و برندینگ و مارکتینگ صحبت کنیم. شما قرار اینجا آموزش ببینید؟ نه. قرار هزینه بدید که دوره بخرید؟ نه. قرار چیزی یاد بگیرین؟ قطعاً آره. ولی اینجا کلاس آموزشیه؟ قطعاً نه. ما میخوایم اینجا به دور از چارچوب‌های سفت و سختی که برای یادگیری یه حوزه کاری شیرین وجود داره با همدیگه گپ بزنیم. آقا اصلا یه چای بخوریم گپ بزنیم و با همدیگه راجع به داستان برندهایی صحبت بکنیم که الان گوش فلکو کر کردن. ما اینجا قراره یکم از شروع کردن کسب و کار و بیزینس بگیم. قراره تجربیاتمون رو باهاتون به اشتراک بذاریم. قراره بهتون بگیم راه اندازی یک بیزینس چقدر ممکنه براتون چالش انگیز باشه، یا یه استودیوی خونگی چقدر هزینه داره، یا مثلا برند نایکی از کجا شروع کرد که به اینجا رسید، یا اصلا چه لزومی داره که ما پول تبلیغ CGI بدیم، یا چه شکلی باید آرکاتایپ برندمون رو انتخاب کنیم، یا اصلا کدوم کمپین مناسب ماست و کلا هر چیزی که زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگ و برندینگ قرار میگیره رو شما قراره که اینجا بشنوید. یه کار دیگه هم که قرار بکنیم اینه که سوالات شما رو خیلی جامع‌تر جواب بدید. چجوری میتونید با ما برای اسپایرل کست ارتباط بگیرین؟ برامون کامنت بذارین، دایرکت بهمون بدین و آخر هر هفته توی کوئسچن باکسی که تو استوری پیجمون میذاریم برامون بنویسین که شما دوست دارید راجع به چی صحبت کنیم. اگر دیجیتال مارکتینگ رو نوک یک کوه یخی در نظر بگیریم، میتونم بگم تقریباً 70-80% زیر آبه و فرهنگ این شغل هنوز اونقدر خوب توی ایران جا نیفتاده، جوری که هنوز نمیتونیم به خانواده‌مون بگیم ما شغلمون چیه یا اصلا از کجا کسب درآمد. این اینترو اسپایرل کسته و شما قراره از این به بعد شاهد یه سری ویدیوهای خودمونی و گپ و گفت دوستانه باشید. آخر هر هفته حواستون به استوری پیج اسپایرل تیم باشه تا هر موضوعی که ذهنتون رو درگیر کرده رو با همون به اشتراک بذارید. خب خداحافظ.